سالهای اول سفر میکردیم به شهر نویا، حتی راستش رفته هم نمیتونستیم نزدیک مردم. نان میگفتن. محترم رئیس نان. گاز نمیگفتن، برق نمیگفتن، معاش نمیگفتن، نان تی. اردو گندم تی، آردی. حاضر این چی نیست؟ حاضر میگه جناب یاری محصولاتی ما را فروشن گیرن از سر زمین. با یاد میارم من روزا را اکثریتون میدونید شاید شنیدگی باشه. روی آهن حاضر باختر لیوکان شهری کلاب بنیاد میکنیم. شروع کردیم، رفتم خودم اشتراک کردم، روی آهن را ساختیم. بعداً سابق را برای همون دوره جمهوری را کار مکه همیشه شد روانه. عزت الله حیایچ آقای مزار پالایچ بودن، سلطان میرزا شاه بودن. خیلی طبعا نظرش همراهی کردن، دعوت کردم. وقتی که در دنگره گذاشتیم و در منطقه گلستان در اولیمتای بعد این طرف از شتا نگاه کرده ایستادن کار مکمش. بعد طرف عزت الله گفتن که آقای نظر پالایچ گفت کار ماشال عزت الله میشه دست کو؟ گفت که ها میشه دست. خیلی رفتیم تا شهری کلاب. یایی که راه کلاب قلعه خم شهری خارو کلمه دیودره قاضی دولت قایمداد و در اینجا حضور دارند. 10 مراتب رفتیم ما با تا همان جای دیودره جای خرقتی از خطی ماشین پیاده بد رفتیم دیدیم. هفته بیا سر میکنیم. در همون جمع 24 ولی که این راه را ممکن نیست. راهسازای لایحه‌کشای گرجستان را دعوت کردن که شما بینین همین راه را کردن ممکن است یا نه. اونا در همون چه وای دادن که زکرچه دادن که این راه را هیچ ممکن نیست. رفتیم یک تراکتوری فرما میکردگی دیتی 75 اینا روان کردیم. یک چند ساختمان چی روان کردیم. بیا خودمون سر میکنیم. بعد از پای میره نشان دادن در کار ما از قفای سرمایه و از قفای مبلغ هر کار سرشویش است دیگرش هم میشه مثل نقوی انظام کار سر کردیم. بعدا روزیش رسید که کارها تمام شدند. یک گروه شاعر و نویسنده را همراه خود بردم. از آن جمله شادروان مومی قناعت که زادگاهشان در همین نایه و این در صدها مراتب از زیر آب گذاشتگی بودند. دیودره برای که دیودره برای اونا کردند که هر سال صدها نفر در همینجا قربان میشدند. بعد رفتیم با چرخبان. بعد آمده شیشتیم در همونجا. بعد همونجا نامش هم گفتم که همین دیودره گلدرش در درخت شوندیم رسم گرفتیم. باور نکردن که همین دیودره است. امروز من برای چی میگم؟ امروز 90% ساختمانچیان و کارمندان انجینر تکنیکی نیروگاه برقی آبی راغوند را خودی متخصصان تاجیک‌ها ساخته ایستادند. این من برای چی به یاد آورده ایستادم؟ دائما میگویم کار نمیشدگی در دنیا نیست. فقط ذوق داشتن نمونده کن. ذوق داشته وطنمان دوست داشتن نمونده کن. هر سال زیاده از 111 هزار ختم میکنن مؤسسه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه رو. 215 هزار نورسان کودکان با صنف یکم میروند. 2.4 2.5 افزایش اهالی انمی شب و روزها. یعنی ما باز هزارها انشاءات‌های که مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های تا مکتبی بنیاد کردن ما در کار است. بار دیگر به مردم تاجیکستان مراجعت میکنم، مثلا به شما حاضرین محترم، ما آموزش زبان روسی و انگلیسی را برای ملت خودمان با سواد گردانیدن و
دو زبان روسی انگلیسی از 6 زبان معاشرت بین المللی است که سازمان ملل متحد تصدیق کرده است. آینده، نسل‌های آینده را اندیشه کنیم. در فکر و ذکر آنها باشیم. تکنولوژی با کدام زبان است؟ همه تکنولوژی که اختراع میشه. اگر زبان روسی و انگلیسی را نمیدانستند، چگونه جوانان با استعداد ما در کشورهای خارجی مملکت که ادامه تحصیل میکردند؟ علم، تکنیکا، تکنولوژی، سطح معرفتناکی ملت هر چقدر بلند باشد برای رشد و ترقیات دولت همانقدر منفعت می‌آورد و از همه خطرها دور میشود. یکی از سبب‌هایی که در بعضی کشورهای نزدیک ما رخ می‌دهد همین چیز است. در دوردست‌ترین دهه‌ها محل‌های اقلیم باز ادامه میدیم. طبیبا به نزد مردم به خدمت می‌روند، نه مردم به نزد طبیب. از 50-60 کیلومتر یک حادثه رخ می‌داد یا یک شخص بیمار بچه می آوردن فقط به مرکز. آیا در همه این شهر نایا گفت که نقلیات یاری تعجیلی می رسید؟ بسیارش در رفت از دنیا میگذشت. در فصل زمستان عموما راه ها وجود نداشت. دایر به زنان گفتیم سیاست ما را میدانید قوه بزرگ است زنان و بانوان، ایستادگری بر ضد اکستریمیسم. مثل بعضا مردان دورویگی نمی کنند. من وقتی شهر نایای دوردست مملکت سفر کردم، بعضا نایادا حتی یک بانوی معلومات عالیدار نیافتیم که معاون رئیس نایا تعیین کنیم. یک نفر. بعضا نایای دوردست کوهستان من برای چی کوات تاسیس دادم. قریب 20,000 ختم کردن. 20,000 در هر یک شهر نایای دوردست کوهستان حالی 40-50 تا 70 ختم کردن، کار و فعالیت کرده ایستادن، در وظیفه‌های گوناگون صادقانه خدمت کرده ایستادن و بیش از 7,000 دیگر تحصیل کرده ایستادن. کتاب خواندن، فروغ صبح دانایی تنها برای نورسان و جوانان نیست، برای کلی مردم است. صرف نظر از سن سال ما جدا کردیم برای نورسان، برای جوانان، برای دانشجویان، برای آموزگاران، برای صنعتکاران و همه که میتوانند بکنند. یکی از اقدامات آخرین که حالا در این راستا عملی گردیده ایستاده است، با سفارش رهبر دولت بازنشر کردن و به هر یک عائله کشور دسترس نمودن شاه اثر تاجیکان علامه باباجان غفورов میباشد. ما باید دانیم، هر یک عائله باید داند، گذشته خود را داند. از کجا پیدا شد؟ کی از گذشتگانیان؟